نور کم بدون جیغ و فریاد، فقط صدای نسب. اینجا نوزادی داره متولد میشه توی آرامش کامل. آیا زایمان در آب واقعا بی خطره؟ یا فقط یه مود جدیده؟ زایمان در آب چیست؟ زایمان در آب یعنی مادر در زمان انقباضات و حتی در لحظه تولد داخل وان آب گرم قرار میگیره. این روش اولین بار در دهه 80 میلادی در اروپا رواج یافت و امروزه به خوب بسیاری از مادران. چرا مادرها این روش را انتخاب میکنن؟ آب گرم عضلات را شل میکنه و درد رو کاهش میده و امکان حرکت آسان و تغییر وضعیت وجود داره. آرامش روانی بیشتری ایجاد میشه و استرس مادر کمتر میشه. گاهی زایمان رو کوتاه‌تر میکنه. آیا نوزاد در آب نفس میکشه؟ خیر. نوزاد در رحم در مایع هومیوتیک زندگی میکنه و وقتی در آب دنیا میاد تا زمانی که از آب خارج نشده و پوستش با هوا تماس نگرفته نفس نمیکشه. این فرآیند طبیعی و ایمنه. نظر پزشکان و ریسک‌ها در مرداری‌های کم ریسک با حضور مامان یا پزشک مجرب کاملا بی‌خطره. برای مادران پر ریسک مثل چندبعدی مشکلات جفت فشار خون توصیه نمیشه. خطرات التهاب عفونت و سکته بدن و مشکلات بند نافه. تجربه مادر. بسیاری از مادران میگن به من آرامش و اعتماد به نفس و کنترل بیشتری دیدم. وقتی محیط امن باشگی و حرفه‌ای باشن، این تجربه میتونه یکی از زیباترین لحظات زندگی هر خانواده بشه. بسیاری از مادران که زایمان در آب داشتن از حس کنترل، آرامش و ارتباط با بدنشون حرف زدن و تجربهشون نشون میده که این روش اگه به درستی انجام بشه میتونه تجربه بسیار مثبتی بشه. حالا تو چی فکر می‌کنی؟ اگه امکانش بود ترجیح میدادی زایمانت در آب باشه یا روش کلاسیک بیمارستانی؟ نظرتون تو کامنت ها بنویس. این ویدیو رو هم با دوستان که با رعایت بهش فکر میکنن حتما شیر کن.